وقتی که 10 سال 20 سال 30 سال گذشت بچه ها برگشتن دانشگاه هر کشور تمام کرده میبینیم که هر کس یک مذهب یک رویه یک حزب یک حرکت یعنی ما گفتیم روید مسلمان شوید علم و مختبیید میبینیم قطار میشینه میگه اینش سلفی شده است اینش نمیدونم شافعی شده است اینش دویشی شده است اینش اخوانی شده است اینش طالبی شده است اینش دیگر و دیگر شده است در نتیجه میاد هر یکیش زیر یک پرچم این جامعه آرام و با ثبات ما رو به نزاع میکشد در یک مشکل رو بریم اگر من کنیم باز 4 نفری پیدا میشه میگه که این دولت ضد تحصیل دینی است این گپو پور در اینترنت که من میکنه ولی اینم نواری من اگر پخش شود در تگش اوسو مینویسه که این منافق ضد تحصیل دینی بوده است انا از یک سو من نکنیم او دین نمیاره بلکه مذهبی گوناگون رویه گوناگون میاره انا برای این معماست بنابراین چی گفتن در همین داخل انا اینجا در رول دانشکده شما برای نجات ملت مهم میشد بخارا یعنی پدرای ما مرکزی معین کننده بود نه استعمال کننده فتوا ما صادر کننده فتوا بودیم همیشه 1000 سال بخارا صادر کننده فتوا بود بنابراین ما صاحبان فتوا بودیم خیلی است ما ظرفیتی رو داریم که خودمون فتوا تیم که همین درست است یا نه ما در نه فتوای ریاض لازم است نه فتوای قم لازم است نه فتوای اسلام آباد لازم است نه فتوای کابل لازم است ما خودمون قطب دینی بودیم و این روز هم همین علمای ما همین صلاحیت دارن یا باید داشته باشند خود همین جهان اسلام که ما تصور میکنیم یگان چیزی عمومی است این قدر نزاع که در جهان اسلام است این میوازی اگر همین 4 کشور اساسی جهان اسلام بگیریم ایران، عربستان سعودی، مصر، ترکیه هر 4ش با هم چنان در اختلافن که چون اینجا دانشگاه است با دانشکده اسلامی است به در این مسئله یک چند فکر رو گیم چرا پیشوای ملت گفتن که کسایی که در خارج میروند تحصیلات دینی میگیرن میان در اینجا نزاع میآفرند این بسیار مسئله مهم است در این باره چی میگیم یکم اینکه تحصیلات خارجی چیزی بد نیست این همین دولت خودش مرکز درخشندگان با کوتای پرزیدنتی هر سال 10 صدها نفر برای خارج تحصیل روان میکنن این رود دکتر شود مهندس شود متخصصی ساحه‌های گوناگون شود بیاید برای ما بسیار خوب ولی سخن درباره تحصیل خارجی دینی می رود که اینجا 2 مسئله است یکم همین یک تصوری بسیار ساده لوحانه در اول استقلال بود مثلا من شخصا خودم داشتم همین خیلی شاید شما هم داشتید شاید ولی باز این بچه های ما هم داشته باشد ما همین وقتی که شوروی فرو پاشید از دوره کمونیسم برآمدیم هم که تخیل داشتیم که خیلی ما مسلمانان شوروی 70 سال از اسلام دور موندیم میریم جهان اسلام میبینیم گویا که یگان جایی هست که جهان اسلام اوجا ما نیستیم اوجا جهان اسلام و میگه مملکت های مسلمانی میریم آخه تصور انا فرزندای ما روان در جهان اسلام خوانند در دانشگاه اسلامی خوانند در مملکت های مسلمانی خوانند اسلام یاد گیرن بیاین ما مردم شوروی که نمیدونیم و اسلام یاد گیرن بیاین انا میخواد تصور بود هر پدر و مادر آرزو داشت که این بچه که من در پاکستان در عربستان در ایران در ترکیه در مصر اسلام خانه بیاید این تصور بود اما وقتی که 10 سال گذشت 20 سال گذشت 30 سال گذشت ما چشممون گشوده شد 2 خلاصه داریم وزیر یکم این من همچون سیاست شناسی که سالها با همین جهان اسلام کار کردم قریب همه کشورهای اسلامی بارها من رفتم بارها
تو همه افریقا شو، تو لیبیا و تو همه نیگریا و کجا. من همین شهادت میتونم که چیز به نام جهان اسلام نیست. این خیلی جایی نیست که اونجا باشه همه اسلام، خیلی در قرآن و سنت آمده و اکو همه اونجا اسلام ما رای اونجا یاد گیریم. این خیلی جا نیست. این خیلی فضایی که گویا که هوای جهان اسلام باشه ما اونجا رای اسلام ببینیم، خیلی گپ نیست. بنابراین چی هست اینجا؟ یعنی ما اول گمان میکردیم که یک چیزی است، ولی واقعیت این بود است که کشورهای مسلمان نشین است، ولی هر کشور سیاست خود، منفیت خود، مذهب خود، رویه خود، فهمش خود رو دارد. انا ما وقتی بیرون میریم به این وخوردیم که جهان اسلامی بلکه کشورهای علایده هستند که هر یک منفیت خود رو دارد و از ما طلب دارد که با منفیت او جور شویم. یعنی دهشت. خود همین جهان اسلام که ما تصور میکنیم یگان چیزی عمومی است، این قدر نزاع که در جهان اسلام است. این همیوازی اگر همی 4 کشور اساسی جهان اسلام بگیریم، ایران، عربستان سعودی، مصر، ترکیه، هر 4ش با هم چنان در اختلافند که این همی ایران با عربستان سعودی 2 قطب اساسی جهان اسلام 12 سال آخر رابطه دیپلماتیت رو نداشتن. و حاضر میدونید شهروندگی چه شد که جمهوری خلقی خیتای، یکان کشور مسلمان نه، جمهوری خلقی خیتای به خاطر ضرر ندیدن لایه‌های اقتصادیش در خلیج فارس همین 2 کشور مسلمانی آشتی دارند. گفت که 100 میلیارد دلار به سعودی، 25 میلیارد دلار به جمهوری اسلامی ایران میتونم التماس آشتی کنه لایه‌های من اینجا ضرر نبیند. اینا برای لایه‌های خیتای ولی آشتی شدن، نه برای برادری اسلامی. اینا وضعیت جهان اسلام. شما این مصر با نیمی جهان اسلام رابطه ندارد، از جمله با ایران رابطه‌اش قطع است. ترکیه با نیمش در مبارزه است. یعنی این از جهان اسلام، گروه حلقه اختلاف، نیمش از بیرونی داره میشه، نیمش از امریکایی داره میشه، نیمش از اروپایی داره میشه، نیمش از روسیایی داره میشه. بنابراین این تصور کنین که یک جای از با نام جهانی اسلام اونجا همون اسلامی ناب ایستاده است، ما مردمی بیچاره شوروی اسلام نمیدونیم، رفته اونجا یاد گیریم بیاییم خود، یعنی می تصور خطا برآمد. اینا ما همچون کسی میگم که ما مخالف جهان اسلام نیستیم، کاش می بود. من همچون کسی که هر یک کشور رفتم همین دیدم که واقعا خیلی هر کشور هم میشینی میگه که یا مذهبت هم میپرسه یا رویت هم میپرسه، بعد مناسبت شد تو معلوم میکنه. مسلمان بودن تو ده مهم نیست، همون رویه و منفعت خودش مهم است. اینا مثال آخرین بینید که در این قضیه فلسطین جهان اسلام ما 1.5 میلیارد مسلمان داریم، 52 کشور مسلمانی داریم. چرا هیچ کار کرده نمیتوند؟ چون که همش با همش زید است، همش با همش در اختلاف است. بنابراین من خواهش میکنم که شما بچه‌های دانشکده اسلامی بسیار واقع بین باشید. خیال نکنید که ما هم یک کشوری دنیوی و یک جاهایی از کشورهای اسلامی میره اونجا اسلام است، خیلی گپ نیست. کجای میره بعد 1 سال 2 سال 3 سال اگر اینا استاد هستن چشمتون کشاده شد میبینی که اونجا تماما دیگه گپ است. این یک. دوم درباره تحصیل ما خلاصمون چی شد؟ وقتی که 10 سال 20 سال 30 سال گذشت بچه‌ها برگشتن دانشگاه هر کشور تمام کرده، میبینیم که هر کس یک مذهب، یک رویه، یک حزب، یک حرکت، یعنی ما گفتیم روید مسلمان شوید علم و مختبید، میبینیم قطار میشینیم میگه اینش سلفی شده است، اینش نمیدونم شافعی شده است، اینش دویشی شده است، اینش اخوانی شده است، اینش طالبی شده است، اینش دیگر و دیگر شده است. در نتیجه میاد هر یکیش زیر یک پرچم این جامعه آرام و با ثبات ما رو به نزاع میکشد. انا برای همین جمله‌ای که در فضای دینی تاجیکستان افکاری تندرو و دشمنانه رو وارد میسازند معناش همین. و گفتن که 4150 نفر شهروندان ما در مؤسسه های تعلیمات دینی به طور غیر رسمی وارد شدند.
4,000 نفر. اگر این 4,000 نفر نمی آوردیم یا خونده هریتش مفتی شده می اومد، اینجا قیامت میشد. و خدا همه را این کار میکنه. در دوام همین در مثال رویه سلفیه بسیار درست فهموندن که من چی میگه در ضد حنفی، چی میگه در ضد اسماعیلیه، چی میگه چی قدر است. و در این مثالی نشون دادن که اگر این رو ما باز مونیم این امنیت از بین میره. برای همین من میخواستم دو نکته جنبستی در این مسئله تحصیل در یاد گیره. یکم اینکه یعنی ما در یک مشکل رو بریم، اگر من کنیم باز 4 نفری پیدا میشه میگه که این دولت ضد تحصیل دینی است. این گپو پور در اینترنت که من میکنه، ولی اینم نواریم هم اگر پخش شود در تگش اوسو مینویسه که این منافق ضد تحصیل دینی بوده است. انا از یک سو من نکنیم او دین نمیاره بلکه مذهبی گوناگون رویه گوناگون میاره. انا برای این معماست. بنابراین چی گفتن در همین داخل انا اینجا در رول دانشکده شما برای نجات ملت مهم میشد که همینجا در باید شکل گیره. بعد خلاصه دوم این که ما باید در نهایت یعنی دانشکده اسلامی یکی از نقشاش این که ما باید با استقلال فتوا رسیم. این عباره‌ای که من همینجا اعلام میکنم در یادتون گیرید. استقلال فتوا چی است؟ این ما دولت مستقل، سیاستمون مستقل، منفعتمون مستقل. باید همین فتوایی که افکاری مردم مسلمان تاجیکستان شکل بده اداره میکنه نیز باید مستقل باشه، از همین کشور صادر شود. مرکزیت دینی ملت ما باید در همین داخل باشد. تا زمانی که بخش افکاری ما را از قم، از قاهره، از ریاض، از اسلام آباد، از کابل اداره میکند فتوا، تا زمانی که جامعه از اونجاها میگیره حکم دینی شه، این ناامنی ادامه میکند. بنابراین ما باید به اون سطح رسیم که همه هر تاجیک همه مسئله هاشه داند که جواب همیج است، اعتبار همیج است، اعتراف همیج است، فتوا همیج است. این نامش استقلال فتوا، یعنی از زیر تأثیر فتواهای بیرونی، از احتیاج به فتواهای بیرونی بیرون آوردن مردم. خلاص تا زمانی که از اینترنت، از فیسبوک، از یوتیوب، از کجا اینا دینا شما نوارای گوش کردید، اما جوانی تاجیکی در مسکو بازداشت شد. ولی من نمیگم ما درباره قضیه مسکو چی نمیگیم، اون ارگانوی با صلاحیت حفظ حقوق دو کشور به هم میتن. لیکن اون لحظه سخنش ببینید گفت که چه خیلی تو به این حادثه دست زدی؟ گفت که من در تلگرام امر معروفی یک داملوی گوش میکردم در تلگرام. بعد گفت که گوش کردم یک یاردمچیش به یک روز گفته که خوب گوش کردی، تیار شدی، اکنون اونجا در سلاح ماندگیم برو فلانی ها را کش. این عاقبت فتوای بیرونی. اگر وی زیری تعلیم و تربیه یک داملوی بنخ داملوی ملی تاجیکی حنفی می بود و هیچ وقت نمی گفت روی کار کن. بنابراین فتوای خارجی در نهایت هم خطرناک است. ولی ملت هم خیلی فتوای بیرونی، تفکر بیرونی کتی جلب کرده برده استاده است. بنابراین یکی از راه‌های حل همین است که برای استقلال دولتی ما تا آخر استوار شود، استقلال فتوا هم باید با وجود بیاید. ما همین صلاحیت داریم چون که بخارا یعنی پدرای ما مرکزی معین کننده بود، نه استعمال کننده فتوا. ما صادر کننده فتوا بودیم همیشه. 1000 سال بخارا صادر کننده فتوا بود. هم خلاص استون با اون چیزی که در خوالین در کلوب گفتم یادتون است، گفتیم که همین بخارایی که ما میگیم بزرگ مرکز اسلام و دین تمام وضعیت دینی منطقه رو معین میکرد، فتوای هندوستان، افغانستان، پاکستان، چین، آسیای مرکزی همش بخارا میداد. اینمی بخارا در دستی تاجیکان بود. یعنی مفتی یا
قاضی کلان بخارا در 60 سال آخر امارت بخارا از همین خوالین، این از دهه خواجه خلیل خوالین، این صدرالدین بیضاوی، بدرالدین بیضاوی، برهانالدین بیضاوی، 3 قاضی که 60 سال اداره کردن فتوا میدادن، این همین بچه مردم کوهستانی تاجیک. بنابراین ما صاحبان فتوا بودیم. خلاص ما ظرفیت ای رو داریم که خودمون فتوا تیم که همین درست است یا نه. ما در نه فتوای ریاض لازم است، نه فتوای قم لازم است، نه فتوای اسلام آباد لازم است، نه فتوای کابل لازم است. ما خودمون قطب دینی بودیم و امروز هم همین علمای ما همین صلاحیت دارن یا باید داشته باشند. این مسئله بسیار حساس است. اگر همین را دستیم دولت استقلال میکنیم، همه چه به دست میگیریم، لیکن به واسطه فتوای دینی مغز ما را کشیده برسودن.